نگاه کن، من مو رو محکم کشیدم، میام شلال در میارم. خب تیره ها رو ول میکنم. ببین بچه ها، الان این شلال میزونه. زمانی که اینو میگیری، اون ردیف رو که میخوای بپیچی بغلیش رو نمیگیری، یعنی میشه یکی روشن یکی تیره، یکی روشن یکی تیره. این خیلی مهمه. و مسئله بعدی که میخواستم بهتون بگم اینه که ببین دست مثل تخت بالیاش باید زیر فویل باشه. ببین اینجوری میذارم زیر دست، شستم این فویل رو با شستم کنترل میکنم. زمانی که اینو میذارم زیر مو رو میکشم میچسبونم. ببین من الان دستمو ورشم، این مو چسبیده، هیچ وقت تکون نمیخوره. دوباره دستم مثل خط کش میره این زیر، دوباره مواد میزنم با نوک قلمم، قشنگ مواد رو میکشم پایین. ببین به طور عمودی قلم میزنم، ببین قشنگ. بعد چپ و راستم میزنم که مو جاییش جا نمونه یا به حالت زیگزالی. دوباره اینو آخر سر میکشم پایین. بعد فویلمو نسبت به بلندی تقسیم میکنم، چون این فویل اگه خیلی کوتاه باشه بچه ها داغ میشه، نباید اینه باشه بچه ها داغ میشه، نباید اینه. هوای فویل رو خالی میکنم، با شونم خط میندازم، فویلمو میبندم. ببینین این فویل چقدر مرتب و محکم، چون موشون کوتاهه مو پایین نمیاد. تو فویل پیچیه که برای موی کوتاهه این خیلی مهمه که کتابی ببندی. به این صورت عمودی فویل رو نمیبندیم، به این صورت میبندیم. خب متوجه شدین؟ حالا الان این قسمت رو باید بپیچین، چون اینا موازات هم باید بره بالا. به هیچ عنوان اینجا رو نمیپیچی بیای بالا بعد بیای سراغ این وقت، باید همزمان بیاد بالا.